درباره بارون عبدالرزاق خواستی هر کسی که یک کانال داره یک ویدیو کده پرتوفته است، ولی با غیر از دشنام حقارت، تحقیر و اهانت، ریزاندن آبرو چیزی دیگری نیست. از اینها یک نفر را هم دیده نمیشه که با خاطر الله برویا همین 2 نفر فاسق نصیحت بکنه. از فسق آشکارایی که اینها دارن یک بار نصیحت بکنه که این کار حرام است، از این کار دست بکشه، جوانها را به کار گناه دعوت نکنه، محفل های شیطانی را، محفل های شراب دستگیری نکنه. یک نفر یافت نمیشه. ولی متاسفانه من یک نفری را دیدم که به خاطر همین 2 نفر فاسق گریه داره. نعوذ بالله. این حال امت چی میشیده باشه که پیروی از فاسقا دارن؟ حال این امت چی میشیده باشه که قرآن و سنت رسول الله صلی الله علیه و سلم پسی پشت کردن؟ والله قسم اگر پیامبر خدا صلی الله علیه و سلم حال امت امروز میدید خون گریه میکرد. مردن ما وره امتی ها بهتر که پیروی از فاسقا میکنیم.